تو شهر شیر و شیران سمرقند، قدم جای بزرگان سمرقند. خراسان را دل عالم شمارند، تو خود قلب خراسان سمرقند. درود صمیمی به شما مردم سربلند سمرقند باستانی. شام مهر چنین نام داشت کنسرت هنرمندی شناخته سراینده به همتا استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان، عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، برنده جایزه گرمی در امریکا خورشید ابراهیم زاده که به نزدیکی در سمرقند برگزار شد. بعد از آن که دو پرزیدنت مملکت‌های تاجیکستان و ازبکستان با هم واخوردند، رشته‌های دوستی، رفاقت باز هم گسترش یافت و توسط این دوستی بین خلق‌ها به هم زیج گردد. ما بیشتر با هم روا کرده باشیم، چون که ملت‌های تاجیک و ازبک را از هم جدا کردن ممکن نیست. ما در سمرقند من باستانی در آن جاهایی که محل‌های تاجیک نشین چقدر زیاد هستند و مردم اینقدر با چهره‌های خوشحال استقبال می‌گیرند، بسیار خرسند شدیم، چرا که عنعنه‌های خوب ملی هنوز هم پایه‌برجایند. از این خاطر سمرقند زادگاه شاعران است، مکان عالمان و عارفان است. ما اهل هنر تصمیم گرفتیم که تحت سروری سراینده محبوب خلق تاجیک، بهترین داننده، نوازنده و سراینده سرود و آهنگ‌های کلاسیکی و شش مقام خورشید ابراهیم زاده و مردم سمرقند شهر یک الشوح و الهام تازه بخشیم. با این سرود ترانه‌ها ما یک گلدسته زیبایی برای آنها تقدیم کرده باشیم که این هم برای دوستی خلق‌های ما مساعدت کرده باشد. سرودهای شش مقام با دو زبان، هم تاجیکی و هم ازبکی تالا را فرا گرفت. مردمی که امروزها فقط سرودها را توسط فونوگرام میشنید، از شنیدن اجرای زنده لذت میبردند که این را در چهره هر یک اشتراکچی کنسرت میتوان پیخست نمود. در دلی ما گرمی آیی و چشمی مایا، بر دلی ما گرمی آیی و چشمی مایا. من امروز در سمرقند کنسرتی دوستی شده ایستاده است. ما جدا خرسند هستیم. امروز این صنعتکارا در خانه موزه حاجی عبدالعزیز عبدالرسول تشریف نمودند. جدا خرسند شده، ما اینا هم خرسند شدند. سببش همین که دو ملت ازبک و تاجیک از ازل دوستیگه افاده میکند. استاد حاجی عبدالعزیز عبدالرسول هم زبان ازبکی هم زبان تاجیکی و ایجاد کردگی صنعتکاری بزرگ. ما هم انمین عنعنه دوام دادنش به طرفدارش، کنسرت ها دوامدار شود، سمرقند بسیار شود. خوش آمدند. هر یک برآمد این آوازخوان صاحب استعداد را تماشابینان با کفکوبه‌های دور و دراز و گلدسته‌های زیبا پذیرایی می‌کردند. در هوای آهنگ‌های رقصیش باشد، بانوان سمرقندی در برابر رقاصه‌های خوشخرام تاجیکستانی رقصیدند و خرسندی نمودند. ناطقان تدبیر ابراز داشتند که صنعت سرحد نمی‌داند، صنعت زبان جدا نمی‌کند و این است که بعد بازگردیدن سرحدهای دوستی میان ازبکستان و تاجیکستان، تشکیل و برگزاری کنسرت‌های سرایندگان تاجیکستان در ازبکستان و برعکس کنسرت سرایندگان ازبک در جمهوری تاجیکستان باعث خرسندی و نشانه دوستی خلق است. پیغام دل سلطان دل ای دل بسد دل میروی، نور آفرین ملکی نظر زایی نگر، شمسی ندانم یا قمر منزل به منزل میروی، شمسی ندانم یا قمر منزل به منزل میروی. خرسندی آور بود که در کنسرت پدر و مادر خورشید ابراهیم زاده از تاجیکستان برادری نیز شرکت داشتند و ما را میسر گردید که با آنها از نزدیک صحبت آراییم. در اولاد نبود، لیکن خودش همین
امایده که اشخاص بود اشخاصش بلندتر شدن حواسش بلندتر شد به سرودخانه مکتبی میانه میخوند معلم ها دیرکتور مکتب دیدم مکتب موسیقی در آدموندم بعد مکتب شکل بودم طرف مکتب میانه شکل تمام کرد بعد خوجند رو تکلیف کردم خوجند برم آزمون اشتراک کرد آزمون ولایتی شهری ریسپوبلیکوی همچون دوستی خالقها من گفتم که دوتا پرزیدنت ما یخته شده من راهوی باز کردم نقصتر کردم با از پیشتری هم نقصتر شد دوستی ما نزدیکتر شد با پیش نظرم سمرقند حاضر تماما دیگر شده است دیده حواستون با زیادتر میبیاد خلق سمرقند خلق مهمان دوست هستند از نام تاجیکستان عزیز سلام گرم جوشن خودم میرسونم مردم سمرقند. به صفت معلومات گفتن جایز است که خورشید ابراهیم زاده در فستیوال بین الخلقی ترانه‌های شرق سال 2011 جمهوری تاجیکستان را معرفی نموده برای اجرای بهترین با تحفه خاطرمان مکافاتانیده شده است. Samarqand shahar hokimligining Registon maxsus sovrini bilan tojikistonlik xonanda Xurshid Ibragimov taqdirlanadi. میگویند که ضرب دستی کهکن را تیشه میداند که چیست قیمت هم پیشه را هم پیشه میداند که چیست. در برنامه کنسرتی استادان صنعت سمرقند صدقاً اشتراک نمودند و به همپیشه تاجیکستانی خود جامه زرین پوشانیده نیت‌های نیک خود را ابراز نمودند. خورشید جان سرودهایی که آفریدن تشکر بسیار دلنشین مردم از این خیل آوازها این خیل هنرمندا بسیارتر سرودهای شش مقامه انتظار و طلب میکند چونکه از بین دور شده ایستاده است شش مقام سرودهای عنعنوی سرودهای کلاسیک اینها نماینده هایی که همین چیزها را باید داشته مانند باز از دیگر زنده کنند و جوان های حاضر زمان و آینده نسل تقدیم کنند. کمتر یک شما نوارزنده امروز توفه تیار کرده بودیم خرسک ها بلندتر شود. موافق وعده مهمانی کنسرت ارتیست خلقی جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان مردان مولانوف با خورشید ابراهیم زاده سلسله سرودهای فولکلوری تاجیکی را به طور زنده سراییدند که پسند حاضرین گردید. بر شهر سمرقند درای تو جان چاوان درای تو جان درای تو جان چاوان درای تو جان کاشکی من خط باشم اثر تو میشدم کاشکی من ریمال شدم اثر تو میشدم درای تو جان چاوان درای تو جان درای تو جان چاوان درای تو جان کاشکی من خط باشم اثر تو میشدم کاشکی من ریمال شدم نوابسته از آن که تالار کنسرتی نیم خالی بود برنامه کنسرتی خیلی خوش و خاطرمند شد. امیدواریم که من بعد نیز سرایندگان همسایه کشور با برنامه های کنسرتی خود مردم ازبکستان را خرسند می نمایند و در نوبت خود مردم ما نیز مدنیت والای خود را نمایش داده این قبیل تدبیرهای فرهنگی را قدرنمایی کرده هرچی بیشتر در کنسرت ها فعالانه اشتراک می کنند. Yüzde havuzun fidu tağları Mange gürgüzüm neçe katla kime caminden Yüzde havuzun fidu tağları Ya şirin çembeni kastadir bu ilgana Ne duri tarifu ligaları Hani derdu haciler